گفتم، بلکه به خاطر آن که قرآن و سنت این را میگفت تاکید بر آن نکردیم. اگر پیروی از سنت پیامبر وهابی بودن است، پس ما نهضتی ها وهابی هستیم. اگر دوست داشتن اهل بیت و برادری با همه مذهب های اسلامی و داشتن دیدگاه وسیع شیعه بودن است، پس ما نهضتی ها شیعه هستیم. بعضی دوستان ما را متهم میکنند که حزب نهضت از اسلامیت دور شده است، بیشتر یک حزب ملتگرا است. ولی اگر دوست داشتن وطن و ملت، عجب و فرهنگ ملی و ارزش‌های ملی اگر ملتگرا بودن است، پس نهضت ملتگرا است. ما را با هم در یک جایی ببینیم و اخیراً اگر احترام به بشریت، احترام به دین‌های دیگر، احترام به آزادی انسان، احترام به ولایت قانون، اعتقاد به انتخابات شفاف و آزاد اگر لیبرال بودن و دموکرات بودن است، پس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب لیبرال دموکراتی است. اگر اهمیت دادن به حیات اجتماعی مردم، اگر اهمیت دادن به زندگی مردم، به رفاهیت مردم این عقیده سوسیال دموکراتی است، پس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همون عضو حزب سوسیال دموکراتی است. همچنان برادران تاجیکستانی ناراحت نشوند. اگر واقعا هر کسی که در جستجوی یک تاجیکستانی نو هست و یک تاجیکستانی نو را دیدن می‌خواهد که در آنجا انسان آزاد باشد، صاحب کرامت باشد، ما همه اعضای این حزب تازه تأسیسی تاجیکستانی نو هستیم. همه آزادمردان، همه ملت دوستان، همه معتقدان و مخلصین این وطن و این دین و آیین را اعضا و پیروی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌دانیم. کاش که تو رو نمی آوردید به نزد من و دست من، چون گفتم وعده داده بودم که هر چی در ذهنم همین لحظه آمد همون رو میگم و هر خبری که همین لحظه آمد همون رو خدمتتون عرض میکنم. چون ما این شب نیت داشتیم که یک ضیافت رسمی برای تمام مهمانان، بخصوص مهمانان خارج، احزاب سیاسی در یکی از رستوران‌های هتل‌های معروف کشور در گراند هتل بعد از شام داشته باشیم. حالا خبر اومد که این هتل رو طرفخونه‌اش رو بستند. ولی انشاءالله دوستان خارجی ما پیشوام نخواهیم بود. غذای شما رو حتما در یکی از منزل‌ها در بالای کوه‌پچه همون طوری که ما تاجیکان میشینیم حتما غذای شما رو با هم خواهیم بود. این دوستانی که این کارها را میکنند نمیدونم به خاطر چی است. به خاطر فشار آوردن بالای نهضت، به خاطر آن که ما را عصبی کنید. همون طوری که برادر محمد علی حیات را زدند، فکر کردند که در عرفه این جشن ما سر و کلاه‌ها رو خواهیم کرد. معاون رئیسی حزب را خواهش میکنم از برادر محمد علی که از جایشون برخاستند. اینجا هستند. در همون روزی که سر و رویشان پرخون بود با اونها جواب رو دادند. شما هر کاری میکنید صبر نهضت بیشتر و قوی‌تر از خشم شما است. ما با صبر خودمون شما را خشم‌آلود خواهیم کرد. ولی این را بگید. هم یک جای دیگر هم قبلا گفته بودم که برای امنیت این ملت و این کشور هر چقدر لازم باشد نهضت صبر خواهد کرد. صبر ما در این مسئله حد و حدود ندارد. ولی من میترسم که صبر شما حد پیدا میکند و خودتون صبر تحمل از دست میدید و دست باز به کارهای میزنید که نه تنها باعث خجالت و شرمندگی خودتان بلکه همه این ملت میشود.
وقتی درگاه باز رو اعلام کردیم صدها مهمان توریست بیرون از در بود. نکته‌ای که در پیام بود بسیار مهم بود، خواهش میکنم اهمیت دهید. پرزیدنت گفتن که طبق تمام نشاندارها و تحلیل افکار مردم اعتماد جامعه شهروندی و مردم به حکومت بیشتر شده است. دیروز در پیام صدا بود. من از مسئولین خواهش میکنم از تمام وزیران دستگاه پرزیدنت و هر کسی که به پرزیدنت معلومات‌ها را میرسونید و پرزیدنت دروغ نگویید. پرزیدنت واقعا باور میکند که اعتماد مردم با او زیاد شده است. اعتماد جامعه شهروندی به حکومت بیشتر شده است. خدا کند که همین طور باشد. ولی مطمئن باشید اعتماد این چند مهمان که امروز از غذای شام در اون رستوران زیبا محروم شدند و اون کسانی که این را شنیدند به حکومت بیشتر نشد. و خلاصه کلام برادران عزیز، خواهران محترم، شما از اینجا برمیگردید، بخصوص من با اجازت مهمانان و اعضایان حزب صحبت کنم، چون شاید که آخرین فرصت‌هایی هست که ما و شما در این شکل در این 3-4 ماه آخر صحبت خواهیم کرد. شما برمیگردید به منطقه‌های خود. از ولایت سوق تقریبا 1000 نفر آمدید، از خطلان و بدخشان و رشت و حصار هزارهای دیگر آمدید و حتما این صحبت‌ها را ده‌ها و صدها هزارها خواهند شنید. خواهش برادران ما از یکایک شما این است و هر کسی که این وطن و این ملت را دوست می‌دارد هیچگاه به فتنه داده نشوید، هیچگاه صبر و تحمل را از دست ندهید. این وطن، این ملت از ما و شما این انتظاری را دارد، این تقاضا را دارد. هیچ مشکلی نیست که پس سر نشد. خدا را شکر. مهمانان گفتن، خبر رسوندند که الان زنگ زدند که نبیاید ما در عصر سرعت زندگی کرده شده. سیاست‌های جهانی در دقیقه‌ها حل شده شده. واقعا دستشان درد نکنه. تشکر و رهبریت کشور که اجازه دادن که ما در اون رستوران غذای شام بخوریم. انشاءالله برادران و خواهران عزیز، جشن 45 سالگی حزب در جای بهتر و خوبتر برگزار خواهد شد. من حالا گفتن نمیتونم در کجا، ولی عمیق میگویم که جشن 45 سالگی حزب در جای بهتر برگزار خواهد شد. و یک شرط، اگر شما صبور باشید، اگر شما همون طوری که تا امروز این راه را ادامه دادید و فرمودهای استاد سید عبدالله نوری، فرمودهای استاد محمد شریف حمایت‌زاده و خواهش و التجاهای ما اگر پیروی کردید، انشاءالله با هم دست جمعانه و یک زندگی بهتر و یک روز بهتر و یک جای بهتر خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله. و همینطور شعار این جشن ما هم همین بود: استواری، اعتماد و امید. و با همین شعار ما هم این جشن را قسمت اولش را خاتمه می‌بخشیم و اعلام می‌کنیم که تنفس
اعلان می شود تا ساعت 2. از ساعت 2 و بعد ما همه در اینجا خواهیم بود و استادان و مهمانان گرامی برای شما ادامه برنامه را خواهند داشت و صحبت‌های ایشان را هم خواهیم شنید. فقط یک چیز را اعلام کنم، اینجا مهمانان محترم، مهمانان خارجی و نمایندگان کورپس‌های دیپلماتی میتوانند از همین در برای شروع نشدن و سر و صدا نشدن از همین در بیرون روند تا اونجا